نوبتی هم که باشه نوبت یه نون خوش عطر و خوش بافته که بوش توی خونه بپیچه. برای درست کردن این نان ترکی مخصوص رمضان خمیر، آرد و آب رو با هم دیگه مخلوط میکنیم که هیچ اثری از آرد باقی نمونه. روش رو سلفون میکشیم، 20 دقیقه بهش زمان میدیم. بعد از 20 دقیقه کاملا خمیر به عمل اومده. ببینید خمیر رو با هم مخلوط میکنیم و مرحله دوم رو شروع میکنیم. آب، نمک رو اضافه میکنیم و خوب مخلوطشون میکنیم. آرد رو کم کم به مواد مایمون اضافه میکنیم. هر مرحله که آرد اضافه میکنید باید آرد به خورد خمیر بره. همه مواد رو با گرم و پیمانه براتون کپشن مینویسم. و به این صورت خمیر ما آماده است. خمیر کاملا چسبنده هستش. خمیر رو جمع میکنیم و روش رو سلفون میکشیم و 20 دقیقه دیگه بهش زمان میدیم. بعد از 20 دقیقه حجم خمیر 2 برابر شده. آرد پاشی میکنیم و خمیر رو ورز نهایی میدیم. به این صورت حباب ها رو ببینید، این یعنی خمیرمون